التماس مرا از اینجا بیرون کنید. میخواهم به خانه به پیش خویش و تبارم برگردم. شوهرم به من تهدید کرده دائما مرا میزند و به من دستور میدهد که با تمام دوستانش خوب روم تا او پول به دست آورد. اگر پیشنهاد او را رد کنم مرا لتو کوب میکند. التماس به من کمک کنید. خیلی روح افتادم. ریمشه به زبان چینی حرف نمیزند و نمیداند که برای کمک به کجا مراجعت کند. ریمشه تنها نیست. مثل او چندین خانم دیگری پاکستانی هم به دام اگنتی های میانه رو افتیده، ابتدا به واسطه ازدواج های قلبکی به چین انتقال یافته، سپس در آنجا به فحشا و غلامی جنسی مجبور شدند. ماه می مقامات پاکستان 10 نفر را برای قاچاق زنان پاکستانی به چین و استفاده اگنتی تنظیم ازدواج برای روپوش نمودن این جنایت به حبس گرفتند. تا کنون ما 30 شهروند چین را به حبس گرفتیم. ما همچنین 5 شهروند پاکستان را نیز به حبس گرفتیم و حاضر آنها در زندان می باشند. ما معلومات ثابت شده داریم که تخمینا 100 دختر به همین وسیله قاچاق شدند. فکر می کنم رقم واقعی بیشتر از آن است. ما تحقیق را ادامه می دهیم. قاچاقچیان عادتاً با جماعه‌های نصرانیان در عبادت اشتراک نموده، از میان قشرهای نسبتاً کم بضاعت نامزدهای احتمالی معین می کنند. ماه نوامبر گذشته در محله نصرانی‌های شهر لاهور خبرنگاری رادیوی آزادی از لوحه عکس گرفت که در آن چنین اعلان آویخته شده بود: با توجه نصرانیان در چین مردم به ازدواج با خانم‌های از عائله‌های کم بضاعت و شریف نیاز دارند. تمام خراجات از سوی عائله‌های چینی پرداخت می شود. معلومات داشتن عروس هم حتمی نیست. آنها طبقه‌های کم بضاعت‌ترین را از میان مسلمانان و نصرانی‌ها انتخاب می‌کردند، زیرا امکان داشت با مبلغ کمتری آنها را به دام اندازند. به شوهر دادن دختر در عائله‌های کم بضاعتی مسلمان و نصرانی آسان نیست. آنها نیازمندی‌های مردم کم بضاعت را می‌دانستند و به آنها وعده می‌دادند که هم خراجات توی را می‌دهند، هم عروس را در خارج صاحب مکانی زیست و جای کار می‌کنند. خلاص وعده‌های زیاد می‌دادند. مادر ریمشه میگوید به ازدواج دخترش رضایت داد، زیرا به وی زندگی بهتر وعده داده بودند. می داشتیم که دخترمان خوشبخت می شود. آنها وعده های کلان می دادند. گفتند که ما را به خانه اشان دعوت می کنند. می گفتند که دخترمان خوشبخت می شود، کمی را نمی بیند. ما ساده لوحانه به آنها باور کردیم. تا کنون عائله ریمشه نتوانسته است این خانم را به وطن برگرداند. من 2 دفعه به پلیس مراجعت کردم. پلیس آمد، از وی پول گرفت و رفت. حامی حقوق از شهر لاهور سلیم اقبال تلاش دارد زنان قاچاق شده را به پاکستان برگرداند. راستش را گویم من تنها برای این زنان مبارزه میبرم. حاضر رسانه ها هم در این باره گزارش دادند، ولی وزارت کارهای خارجی پاکستان در این سمت کاری نظررسی نکرده است. والدان نزدم می آیند، نوارها را نمایش میدهند و میخواهند به آنها کمک رسانند. ریمشه و 10 خانم دیگر در حال ناگوارند و انتظار رهایی از خشونت و غلامی جنسی. مثل آن 10 زن دیگر با خطر افتیدن به دام قاچاقچیان انسان مواجه هستند که حیات خوشبختانه در چین وعده می‌دهند.